در یک هفته اخیر خبری بازداشت چندین کارمند سابق و عملکننده آژانسی ضد فساد تاجیکستان در سرخط رسانه‌های کشور قرار دارد. در میان آنهایی که گویا با اتهام تقلب و سوء استفاده از مقام دستگیر شدند از جمله اسم پسر سید انور کمالов سابق رئیس کمیته امنیتی ملی تاجیکستان و فردوس نیوزبادالov داماد امیرقل عظیمов رهبر سابق شورای امنیتی کشور ذکر یافته است. اما هر دو این گنرال بازنشسته دستگیر شدن نزدیکانشان را رد می‌کنند. در کار است، تشکیلات به سهالتی به کار میکنه. من این عمیق میدونم. بعضا هستم واسطای اخباری که نمیدونم از کجا میگیرن. اصلا برای اینکه این یا اون شخص به این یا اون گناه ارجاع کردن هست تفتیشات، هست سود. مثلا از همان ها مثال باید که اخبار گرفته دایر به این مسئله مثال بهاد. بازداشت حداقل 10 خادم یکی از بانفوذترین ساختارهای حفظی حقوق مقامات بلندپایه آژانسی ضد فساد در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال یکی از حادثه‌های بی‌سابقه عنوان می‌شود. ولی تا هنوز هیچ یک مقام دولتی از جمله رسانه‌های خبری حکومتی خبرهای مطبوعاتی مستقل را درباره بازداشت این افراد شرح نمی‌دهد.